حکایت ما هم شده حکایت الاغ‌های ده و پالاندوزشان. میگه خرها ز پالاندوزشان رنجیده بودند، از بس که بد میدوخت تن ساییده بودند. با هم دعا کردند یا رب یک نظر کن، دوزنده ای دیگر بیاید فکر خر کن. از قلب صاف و سادهشان فلفور اثر کرد، او رفت پالاندوز دیگر هم بدتر کرد. با هر دعا پالانگری دیگر می آمد، زخم و خراش تازه‌ای در خر می آمد. یا جنس کم یا خشک و نامرغوب می شد، یا اینکه نخ بد بود و نامطلوب می شد. بار دگر گفتند یا رب دفع شر کن، از گرده تا راند زخم شد رحمی بخر کن. اسبی که این بزم دعا را دید خندید، با شیهه‌ای گفتا دهانهاتان ببندید. تا تو سواری می دهی پالان همین است، 100 سال پالانگر بیاید این چنین است. با وعده می آیند و پالان می فروشند، بارت کنند و شیره جانت بدوشند. خواهی رها گردی اگر از زخم پالان، فکری به حال آن خریت کن الاغ جان. تو خر نباشی کار پالانگر تمام است، جفتک پرانی کن که وقت انتقام است.